راه موشینگرد حدود نوع روشخلا که زیاده از 150 کیلومتر راه را تشکیل داده هنوز در زمان حکومت شوروی ساخته و منفرش کرده شده است. امروز جهت صفت و معیارها در حالت ناگوار قرار دارد. از این مسافه ذکر شده تنها 45 کیلومتر راه اهمیت محلی بوده، باقی مانده‌اش دارای اهمیت جمهوری می باشد. سال روان جهت تعمیر و ازنوسازی ها از جانب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد نوع روشخلا 40 تن موم جدا گردید، اما سبب ناکفای بودن مبلغ این اداره نتوانست این مقدار موم را پررا دسترس نماید. تنها 25 تن موم برای تعمیر راه‌ها وارد گردید. بنا اندیشه سردار مؤسسه نگهداری راه‌های نوع روشخلا نصرالله مستیبیکوف، این مقدار موم هم با دستگیری مقامات محلی نوع روشخلا به حدود ناحیه انتقال داده شد. در سال 2014 برای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد 484,270 سامانی جدا گردیده است که از این مبلغ 19,239 سامانی برای زمستان گذرانی، 147,450 سامانی برای تعمیر جاری و دیگر کارها جدا شده استند. به حالت امروزه زیاده از 800 متر کوادراتی کارها به اجرا رسانده شده اند. فقط با دستگیری مقامات ما توانستیم که 25 تن موم جدا شده را دسترس نمودیم. از بس که راه حدود ناحیه میراث از دوران شوروی می باشد، مهلت استفاده برای این موم سنگ حلقه 3 مراتبه گذشته است، میگویند متخصصان این مؤسسه. اما در حال حاضر کارمندان این اداره کوشش تلاش می نمایند که با این مقدار موم 30 کیلومتر راه‌های حدود ناحیه را تعمیر نمایند.